بنابراین بعضی علما میگفتند که با آدم‌هایی که از خودت کلان هستند مسلمان‌ها مراد. با نظر نگاه کن که آنها از تو عمل‌های صالح را زیاد کرده هستند. و آدمی کلان با آدمی کلان میگفتند که شما با شخصیتایی که از خودتان خورد است با یک نظر کنید که اونها گناه از شما کم کرده است. عمرش که کم است گناهش هم کم است. یعنی با همین نظر نگاه کن برای از خودت خورد. تحقیر نکن که شما کی هستید، ما 30 سال این جانب در راه الله هستیم، گفته اونها تحقیر نکن. یعنی به آدم‌های کلان سال نصیحت میکردن که به خردها باید نظر کن که گناه اینها از گناه ما دیده کمتر است، چون عمری کم دیدن گناهشون هم کم است. و برای خردسالا نصیحت میکردن که به کلان سالا چنان نظر کنید که اونها از شما طاعات و عبادت رو بسیار کردن. واقعا شما اگر 3 سال روزه داشته باشه، اونها 30 سال روزه داشتن، اونها 30 سال حج کردن مثلا، یا 30 سال این جانب طلب علم دارن. با این نظر کنید. در این حالت شما هیچ کس تحقیر نمیکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کردن از تحقیر برادر مسلمان ها را حقیر نشمارید، پس نشمارید. وقتی که شما مسلمان را پس میشمارید خودتون را بلند میشمارید. حرکت کنید، همیشه خودتون را تحقیر کنید، عملهای خود را تحقیر کنید.